سلام عشقای دل، خیلی خوش اومدیم به ویدیو خفن دیگه توی کانال دنی زیبی. چند روز پیش توی تلگرام گفتم اگه دوست دارین بازی گداوار رو روی گوشی نصب کنید بهم بگین که آموزشش رو بذارم. ما هم گفتین که آره بذار. منم امروز اومدم که آموزش نصبش رو و مرحله هاشو هم با هم تست کنیم. خب بریم سراغ بازی. فقط من الان یه چیزایی بگم در موردش. همونطور که گداوار یا همون خدای جنگ پلیستیشن 1 با 2 فرق داره یا پلیستیشن 2 با 3 فرق داره، همونطور هم گداواریش روی گوشی هست با اونو فرق داره. خب فقط همینو میخواستم بگم. خب بریم سراغ بازی. مرحله هاش ایزی داره، نورمال داره، هارد هم داره، یا به همون زبان خودمون ایزی همون آسون هست، نورمال همون متوسط هست مرحله هاش، هارد هم همون سخت است. الان ما با هم نورمال رو با هم تست میکنیم. فقط این ویدیو رو تا آخر ببینید چون بعضی جاهاش بعد از اینکه نصب کردید شاید نتونین ببرین. باید خیلی ذهنتون کار کنه تا بتونین ببرینش. من توی این ویدیو که پارت یکش هست اگه دوست داشتین پارتای بعدش هم میذارم. خب بریم سراغ این پارت. I must return fire! خب اینجا باید با دایره موقعش یه بار دایره رو گرفتید این فلش رو به سمت عقب بگیرید. من فقط جاهای مهمش رو صحبت میکنم. بریم برای ادامه. خب موقعی که میخواید درها رو باز کنید یه بار دایره رو بزنید. در رو باز کنه باید پشت سر هم دایره رو بزنید. خب اینو بزنیم بعد بیایم.
اینجا هم باید خیلی دقت کنین که این گلوله های آتشی نخوره بهتون. اینجا همون سیوی هست که توی پلیستیشن یا PS انجام میدید در به در. حالا دیگه سیو شد که در ادامه اگر مردید نیایید از اول، بیاین اینجا ظاهر شدید. واسه این که در رو هم بشکنید با یه وسیله واسه این که این تیرچمون ها به شما نخوره، بعد از اینکه توی آب اومدین بالا با دایره اینا رو بکشید که وقتی نفر اولی رو داری میکشید بقیه با تیر شما رو نزنن. خب این بود از پارت 1. اگه خوشتون اومد توی کامنت ها بگین که بقیه پارت ها رو هم بذارم. الان فکر نکنه شما بتونین این مرحله رو رد کنید. واسه همین توی کامنت ها بگین که پارت بعدیشو بذارم یا نه. واسه نصف این بازی بیاد توی چنل تلگرام من که آیدیش روی صفحه براتون میاد. اونجا این بازی رو میذارم، راحت نصب کنید و بازی کنید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومد باشه. تا ویدیوی دیگه، خداحافظ. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like